واکنش خانم ها نسبت به نگاه شوهرانشون در اقصا نقاط دنیا متفاوته. ایران متفاوت تر از همه جا. مثلا در خاور دور، چین، ژاپن، کره جنوبی، گانگنام استایل، هوپ هوپ گانگنام استایل، اصلا که نگاه نمی‌کنی تابلوه. اگر در اونجا مردی به همسر خودش نگاه کنه، خانومش میگه هر بار که نگاه میکنی معنای عشق رو در عمق نگاه تو میفهمم. در اروپا وقتی مردی به زنش نگاه میکنه، خانومش میگه هر بار نگاه میکنی بیشتر دوستت دارم و عاشقت میشم. در ایران وقتی مردی به زنش نگاه میکنه، خانومش میگه چیه؟ بیا منو بخور. چه فرهنگی داره به تو محبت میکنه. دستا کن. اگه باز به تو بدم بازم این دل سرگشته بیرون. خیلی متشکرم. عرضم به حضورتون که از این لحظه به بعد نمیخوام براتون بخونم. جدی میگم. چرا دیگه؟ تو که اینجوری نبودی. میدونید دلایل منطقی دارم البته برای خودم. اول اینکه من خواننده نیستم. من یک شومن ساده‌ام. دوم باید عرض کنم خدمتتون با همه احترامی که برای خواننده‌های خوب کشورمون قائلم، کارهایی رو که خواننده ها انجام میدن دیگه برای من پیش پا افتاده است. بچه بازیه. تمام مراحل گذروندم، رسیدم به قول آخرش که اگر شماها امشب منو حمایت کنید گیم آور نمیشم. یه خصلت عجیب باز در ما ایرانی‌ها هست، خیلی عجیبه. از هر چیزی که خیلی زیاد خوشمون میاد یا خیلی بدمون میاد، در هر دو صورت فوش میدیم. خیلی جالبه. من ذهن شماها رو یه لحظه خوندم. اکثرا تصورتون برای شد که من یه آدمیم از خود راضی اومدم واسه خودم اینجا از خودم تعریف کنم. نه اینطور نیست. بهت ثابت میکنم. همین جایی که من الان ایستادم ممکن بود جای من محسن یگانه ایستاد و باهاش مصاحبت میکرد، اما از نظر من محسن یگانه بچه است، اصلا کاری نداره. تنها مزیت یگانه نسبت به اینکه موهاش بلند نمیتونه موهاشو پریشون کنه وسط اجرا. من موهام آلمانی میزنم راحت ترم. اما محسن یگانه یه خط براشون میخونه، دقت کن. آخر راه اومدم با روزگار، دیدی گفتم 10 ثانیه نشد از اون حرفی که الان گفتم به این قشنگی دارم صدام. حتی از تفاوت ما ایرانی‌ها میگفتم. فیلم‌های ما ایرانیان با همه دنیا فرق میکنه، چون مصطفی فیروزی مجری محترم برنامه در عرصه رسانم فعالیت داره. میخوام بگم شاید بره منتقل کنم. فیلمامون هم با همه دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی مادره ایستاده اینجا داره مثل ابر بهار گریه میکنه، پسره میره پدره رو بغل میکنه. حالا مادر واقعی خودش تو هم فیلم، اما یه محدودیت هایی هست. 4 خصوصیت عمده فیلم های ایرانی. 1. از اول فیلم معلومه که آخرش بگید چی میشه. امکان نداره در یک فیلم ایرانی 2 نفر عاشق هم دیگه نشن. شما هیچ وقت در یک فیلم ایرانی صحنه تصادف رو نمیبینی، فقط صداشو میشنوی، چون هزینه داره. یه دیالوگ تکراری حال به همزن، معمولا منشی با اضطراب استرس میاد میگه آقای رئیس من بهشون گفتم شما جلسه دارین، خودشون اومدن تو. اونم یه بفرمایید هیچ فیلم ایرانی. حالا بازم داستان داره براتون میگم. عجیب این فیلم های ایرانیه. شما اصلا ببینید در یک فیلم ایرانی اگر دیدید در یک صحنه لیوانی شکست و طرف موقع جمع کردن خورده های لیوان دستش نبرید، من به اون فیلم اسکار میدم، از بس که این کلیشه‌ای شده داستان. یا طرف میبینید میرسه با آسانسور در بسته میشه، میزنه آخر پله ها. اینا شد، اینا رو ولش کنید. بحث تجرد من که مطرح شد اول برنامه خیلی جالبه. اخیراً شما بهتر از من میدونید بر اساس اون چیزی که در جامعه ارزش پیدا میکنه مهریه ها رو اونجوری لحاظ میکنن. زمانی که بهبهه بنزین بود، یکی از دوستان من براش باباش رفته بود خواستگاری، پدر عروس برگشت گفت مهریه دختر من 1,500,000 لیتر بنزین آزاده. پدر پسری حساب سرانگشتی کرد، دید یه رقم نجومی میشه. به پسره گفت بلند شو بابا جان، بلند شو بریم.
پدر عروس گفت کجا حاج آقا؟ گفت حاج آقا حقیقت برای ما نمیصرفه، میریم یه گازسوزشو پیدا کنیم. اینجوری راحت‌تره، برای هر دومونم بهتره. حتی واکنش خانم‌ها نسبت به نگاه شوهرانشون در اقصی نقاط دنیا متفاوته. ایران متفاوت تر از همه جا. مثلا در خاور دور، چین، ژاپن، کره جنوبی